گناه در مقابل طامت، جلال و عظمت خالق در مقابل چی؟ در گناه حمله نکنی. اول فکر کنی این CD که من میخرم، این CD که من میخرم، این کلیپ را که من از اینجا میگیرم، این مردای برهنه را که میبرم در خانه پلی میکنم، آیا من بی‌ناموس نمیشم؟ این تلویزیون LCD را که ما بند کردیم که مادر اولادا کشتی کج سیل داره، بازو میگه چی سیل داری؟ باش که گفتم که اینی اندرتیکر امروز مسابقه را میبره. مادر اولادا که کشتی کج سیل کرد، باز آمده در محکمه ریزه داده که به چشم خود دیدم همشیره چرا طلاق میگیری؟ میگه والا اصلا من که در تلویزیون دیدم آدمای چاق چاق این گنجش که چی کنم؟ من این کت گنجش گزاره کرده نمیتونم. اون شوهر، اونه من یک شوهر بادی بلدر میگیرم، بازی شوهرش کلیش خم افتاده. برش گفتیم که سر تو لعنت الله لازم است. ما لعنتت نمیکنیم، لکن الله لعنت سرت میکنه. تو اگر این آیت قرآن عمل میکردی که کو انفسکم و اهلیکم نارن، و اگر تو با سوره والعصر عمل میکردی که برای خانوادهت میگفتی و تواصوا بالحق، برش میگفتی حرام است، این ناروا هست، نظر کردن به طرف زنای مردای نامحرم. و تواصوا بالصبر و صبر در مصیبت است. الله میگه که وقتی براتون مصیبت رسید به این وضعی که کلمات زشت از زبان شما خارج شده، صبر بکنید و حوصله بکنید. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که مطابق فرموده های سوره والعصر عمل بکنیم.